آیا مشکلاتم حل میشه؟ سلام، گلسا هستم. برای تحقق فالت لایک کن و عدد ببین اینجا خودش 1 2 تا 0 100 رو برام کامنت کن برای تحقق. خب دوست عزیزم نگاه کن، عدد 100 و 2 بار برات اینجا داده، یه دونم اینجا با 2 تا 0. 100 توی قهوه نماد موفقیت و به خواست رسیدنه و قطعا شما مشکلاتتون حل میشه. نگاه کنید، حلقه ارتباط و احساسیتون رو ناقص داده و یا اینکه توی ارتباط نیستید یا اینکه اگر هستید تو دلخوری هستید و مشکلاتتون بر سر مالی خیلی زیاده که روی احساسیتون تاثیر گذاشته. این مشکلات قطعا با ورود پول، ببین میتونه عدد رو بهتون که 1 و 0 زیادی هم داده که ورود میکنه، حالا خود مشکل یا کیس احساسیت برطرف میشه و رابطتون برگشت، اگه کات هستید برگشت هست، یا اینکه رابطتون خیلی بهتر میشه، خب مشکلات مالیتون حل بشه. و اینکه داره میگه از شخصی که ببینید حروف ی رو انداخته و میتونه حروف ت باشه یا پ و الف، از این شخص خبر پیغام تماس دارید. یه خورده گرفتگی و کدورت هستا، ولی به خوشی و سورپرایز شدن این خبر. و داره میگه که ببین خیلیاتون شاید مسیر طلاق و یا دو بختگی رو دارید، ولی میگه که اگه میخوای طلاق بگیری یا منتظر طلاقت هستی، این طلاق جور میشه. ببینید طلاق جور میشه و خیلیتون مشکلاتی حالا بابت بچه‌تون یا فرزنددار شدنتون یا اصلا یه ناراحتی روی فرزندتون دارید که میگه تا 5 رای دیگه انشالله به خوبی و خوشی پوچ میشه این مشکل. اصلا کلا مشکلاتتون با این عدد و با این شرط معجزه‌ای که داره نشون میده انشالله حل میشه و خوشحالی دارید.